الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. قال أصحاب شوكرية شوك نوران بالباطنة بكل بعض وحاجين رافضين ونش پروردگار بغفری کلام طاقت بمورا کلام طاقت را در روزی بدا در قبر مونسی ما در قیام و شفاعت و دیگر الله در ضمیر قلب ما الله پروردگارا این برادرهایی که به صاحب داشتن مهنت کردن و تو کشیدن است الله هر کی صاحب داشتن و هر کی پروردگارا مهنت کردن پروردگارا مهنت نکرد گذشته هاشون و رحمت شایسته جنت روح ارواحشون از جانب این بنده ها شاد مخلوق پروردگارا و واسه کلام طاقت پروردگارا با ما انسیت و خاطر جمع از پریشانی های دنیا و آخرت میاد در پناه سنت پروردگارا تو خود آگاه هستی پروردگارا گذشته های ما که دیگه رحمت کشته بودن که رفتن پروردگارا قبراشون پر از نور و روح ارواحشون از جانب این بنده ها شاد مخلوق میشه الله میره که زبان است خداوندا و واسه کلام طاقت پروردگار با ما تنی صحت خاطر جمع از پریشانی های دنیا یا آخرت ما در پناه نگه پروردگارا در دنیا برای ما خوبی در آخرت هم برای ما خوبی فردای مشربه قیامت پروردگارا از آتش سوزان جهنم هم ما نجات کنی زیرا تو نجات دهنده و مهربان هستی خداوندا آمین آمین. این برادرهای که زحمت کشیدن خدایا تا روزی که پروردگار دنیا باخست اینه در پناهت نگه کنه یا الله آمین. تو از ضمیر قلب ما آغاز خدایا تا آنکن که پایان کار تو خوشنود باشی و ما رستگار نه آنکن که در روز حج تو ناخوش باشی و ما شایسته آمین. درود و رحمت برای پیشوای امت و پیشوای صحابه پیامبر محمد مصطفی صلی الله علیه و آمین سلم آمین. الله اکبر. شکر همه مؤمنایی که پروردگار این برادرها در پناه اسمت خدا نگاه می‌دارد پروردگار گناهاشون عفو کن
گذشته هاشان غریق رحمت و شایسته جنت و روح ارواحشان از جانب این بنده ها بار دیگر شاد و مسرور کنید زیرا تو مهربان هستی. درود و رحمت برای پیشوای احمد و پیشوای صحابگان پیامبر محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم. آمین الله. نوری کافره که تو اومده خدا خدا شرمنده نکنه دیار. خدا حالا وزنی نشن نیست باشم خدا على شكل استتابه پرواش من آمد الحمدلله. هزار رحمت همه به هر روزی کمی نبیتم. الله خوجا عبدالقدوس مورک باشه کم نشه بیتون. آمین آمین آمین. البته خدا خواهد روزی که دنیا هست انشاءالله خدمانده کنم بارش که دنیا انشاءالله همه مورک شه. همین نایز اکو واد قطوس اکو لا لا وين هذا المولين شو ابو هلا این شو موشن مالار کوفته نگیریده